خداوند می‌فرماید هر مردی که با زن شوهردار زنا می‌کند وای مرد از ایمان خارج شده است و ذره ایمان در وجودش نمانده است. و در جای دیگر خداوند میگوید اگر مرد به نیت زنا به نزد یگان زن شوهردار یک قدم ماند و خداوند جان او را قبض کند، وی به ایمان از دنیا می رود و در روز قیامت همچون نصرانی و یا یهودی برمیخیزد. خداوند این مردی که با دیگر زنهای شوهردار زنا می کند یا به تلفن صحبت می کند یا اینکه به هر راهی که باشد با زن شوهردار رفتار می کند، روز قیامت بالای این مرد نصف گناههای بندگانش را بار می کند و به فرشته های دوزخ فرمان می دهد که این را کشاله کرده وارد دوزخ کنید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید شب معراج وقتی که دوزخ را زیارت کردم، گروهی از مردها را دیدم که در یک طرفشان گوشت تازه و در طرف دیگرشان گوشت غلیظ بویناک ایستاده بود و آن مردها گوشت‌های تازه را مانده آن گوشت‌های غلیظ بویناک را می‌خوردند. پیغمبر میگوید این حال مردها را دیدم، در حال از جبرائیل علیه السلام پرسیدم اینها کیها هستند که گوشت‌های تازه را نمی‌خورند و گوشت‌های غلیظ بویناک را می‌خورند؟ جبرائیل علیه السلام گفتند اینها کسانی هستند که در دنیا زنهای حلال خود را مانده به زنهای دیگر دست درازی یا زنا می‌کردند. خداوند این طایفه مردها را به این عذاب سخت گرفتار کرد. ای برادرانی که صاحب همسر هستید و قدر همسرهایتان برسید. والله قسم فردای قیامت همسرهایتان مسئولیت ندارند، شما مسئولیت دارید و در گناه همسرهایتان شما جواب می‌دهید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند بهترین جوان جوانی است که زن دارد و بهترین زن همان زنی است که شوهر دارد. خدا کند و برادران و خواهران ما را در زندگیشان صبر جمیل دهد و یک زندگی اسلامی را برایشان نصیب گرداند. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.